به نام خداوند بخشنده و مهربان. هنر گویندگی اثری پوهندوی عبدالعظیم نوربخش. رسیدیم به چهارمین جلسه این کتاب. عنوانی که قرار است در رابطه با آن صحبت نمایم: تشویش، عصبانیت و غلطی موقع اجرای برنامه. تشویش و دلهورگی موقع گویندگی اکثرا از ناآشنا بودن در محل بی تجربگی تولید میشوند. بنابراین موقعی که در منزل خود هستین با در نظر داشت اصول و اساسات با آواز بلند در مقابل آینه تمرین کنید تا هم نواقص حرکات خود را اصلاح کرده و به یک سبک شایسته به خود اختیار نموده باشین و هم در اثر ممارست جرأت بیشتر کسب نموده باشید. قبل از آغاز سخنرانی چند نفس عمیق بگیرید. این حرکت مقدار اکسیژن را در خون شما زیاد می کنند و کمک می نمایند تا تشویش و عصبانیت رفع گردد. سخنرانی شما نباید سریع باشد، زیرا هر قدر سریعتر گویندگی کنید به تعداد غلطی شما افزوده می شود و به همان تناسب تشویش شما هم زیادتر می گردد و در نتیجه برنامه ناقص می شود. اگر شما همیشه غلطی می کنید، یک از دلایل ذیل سبب آن هست. دلیل اول: بی‌پروایی. دلیل دوم: خواندن به سرعت زیاد. دلیل سوم: عدم تمرکز افکار بالای وظیفه و موضوع. دلیل چهارم: عدم مشق و تمرین. دلیل پنجم: عدم خواندن متن قبل از اجرای برنامه. به نکته خیلی اساسی رسیدیم: آنونسر. نکاتی که یک آنونسر باید بدانند قرار ذیل است. نکته اول: آنونسر یا گوینده اولین و نزدیکترین ارتباط را با شنونده دارد. نکته دوم: بیننده یا شنونده وقتی تلویزیون و رادیوی خود را روشن میکنند با یقین کامل میتوان گفت که منتظر یک چهره بشاش، زیبا، با سر و وضع مناسب، ساده، آواز خوشایند و یک سلام دوستانه است. نکته سوم: آنونسر باید با شنونده و بیننده ارتباط ذهنی و عاطفی برقرار کنند. نکته چهارم: برای برقرار ساختن ارتباط عاطفی آنونسر مکلف است که به طرف بیننده ببیند و با بیننده مستقیما صحبت کند، لذا باید اکثر متن را از یاد بگوید. نکته پنجم: برای برقرار ساختن ارتباط ذهنی با شنونده باید مطالب را بدون غلطی و با آواز خوش، آرام و دوستانه ادا کنند. نکته ششم: آنونسر باید معرفی برنامه را عجولانه ادا نکند. نکته هفتم: آنونسر باید بداند هر برنامه‌ای که معرفی میکنند برای خود علاقمند به خاص دارد. همان قدری که معرفی یک گزارش سیاسی مهم هست، به همان اندازه معرفی برنامه اطفال برای اطفال و نام فیلم هنری برای بینندگان آن هم مهم است. نکته هشتم: آنونسر نباید معرفی برنامه را من حیث یک وظیفه اجباری به او سپرده شده ادا کنند، بلکه با صمیمیت و علاقمندی به بینندگان ارائه کنند. نکته نهم: آنونسر باید بدانند که معرفی برنامه ها را همه مردم میشنوند. به یقین اکثر بینندگان و شنوندگان به لسانی که آنونسر قرائت میکند آشنایی کامل ندارند. لحاظا وظیفه و مکلفیت آنونسر است که برنامه را به بیان بسیار سلس، شمرده، واضح و با فصاحت ادا کنند تا همه بدانند. خبرها: هر برنامه هدف معین دارد و این را هم دانستیم که هدف برنامه خبررسانی، آگاه ساختن شنوندگان از وقایع روز است. حالا می‌خوانیم که گوینده چه مکلفیت ها را در موقع قرائت خبرها دارد. مکلفیت اول: گوینده اخبار باید کلمات را واضح تلفظ کند. مکلفیت دوم: آواز گوینده موقع قرائت اخبار باید دارای یک حد متعادل بوده و یک سطح متوازن را به خود اختیار کنند، نه بسیار بلند و نه بسیار آهسته. مکلفیت سوم: گوینده اخبار نسبت به تکلم روزمره شمرده‌تر، فصیح‌تر گویندگی کند.
مکلفیت چهارم، در موقع قرائت اخبار تا وقتی که به ختم خبر نرسیده گوینده باید آواز خود را نیندازند. مکلفیت پنجم، در قرائت اخبار احساسات نباید داخل شوند. آواز گوینده اخبار باید تونی بی‌طرفی داشته باشند. نباید اخبار را با احساسات، جوش و خروش قرائت کنند. البته ابلاغیه ها، اعلامیه ها و فرامینی که با اخبار یک جا می آیند از این امر استثناء. مکلفیت ششم، گوینده اخبار موقع ادای اسامی رجال و شخصیت های سیاسی و اجتماعی دقت لازم را به خرج دهند، زیرا اگر اسامی غلط تلفظ شوند به احترامی به شخصیت آنها است. خوانش تبصره: برنامه های خبررسانی تنها واقعیت های روز را به شنونده و بیننده می رسانند، در حالی که تبصره این واقعیت ها را تفسیر یا تحلیل می کنند. در عمق موضوع تجسس می نمایند. در قرائت اخبار احساسات گوینده دخیل نیست، ولی در قرائت تبصره ها تا یک اندازه احساسات گوینده می توان دخیل باشد. از شما خوبان دعوت می کنم که سلسله مباحث این کتاب را دنبال نمایید. سیزده، در کارتان صادق باشید و هرگز فراموش نکنید که بی‌علاقگی شما را در گویندگی، ناتوانی شما را در گویندگی و عدم فهم شما را در متنی که قرائت میکنین دلسردی بیننده از برنامه و کاستی شخصیت شما را باعث می شود. 14. کوشش کنید همیشه حالت طبیعی داشته باشید. 15. در ختم هر جمله موقعی که بینندگان را مخاطب قرار می دهید، در شروع هر پاراگراف موقعی که اسامی رجال و شخصیت های ملی و بین المللی را ادا می کنید حتما به طرف لنز کامera ببینید. 16. آنونس های کوتاه، معرفی برنامه، آنونس های قبل از راپورتاج، بیانات رئیس جمهور، صدر اعظم و رهبری قوای ثلاثه مطلق از یاد گفته می شود. آنونسر مکلف است نام این رجال بزرگ دولتی را با وظایفشان در حافظه داشته باشند.